هستم و نام عبدالامیر رفیق عبدالمالک ریگی هستم. تا حالا 200 نفر گرفتیم و 200 نفر هم اسیر کردیم. هم رهبرشون هم از کونی گیریم دارستیم. اگر بخواست چند روزی هم شورش کنیم توی سرایی دک سردن ولی پوینیم و این رژیم هم قبول نداریم. چند روزی هم شورش توی شهر تا چند روزی هم طرفای چری و طرفا خودتون از جنگ. خیلی ممنون. میخوام جا آقای ریگی نگران کارهای آقای ریگی بعدن آقای امیر شوازی کاران انجام میده. بعد آقای ریگی آقای عبدالامیر شوازیه او که مرد مجاسی گرام و این رژیم هم ویچی قبول ندارم. خامنه این ویچی قبول ندارم. خمینی ویچی قبول ندارم. امین جاد ویچی قبول ندارم. قانون براستی حساب نکنیم. هیچ اصلا به این روزگار اصلا سردردی نمیاریم. چند روزی هم جا آقای ریگی نگرم اول بشین باری کشم بعد بازو بعد اول گربه شروع کنم تا پیرمرد و خیلی ممنون. دست در نکنید. کارا آقای ریگین انجام میدم یا چند روزی یک روای نشینم یا واسه تاسو میتید کن بخورم